добрый, пожалуйста, не подскажете, здесь откуда отправляется товар в Таджикистан? А вот отсюда отправляется. Это, да? Да. Спасибо. А этот фура, Фатуло. А вот он стоит. Это, да? Да. Ой, спасибо, брат. Салам алейкум. Ва алейкум ассалом. Акаҷон хубед, саломатӣ? Беша раҳмат. Акай Фатуло шумо ин акам? Не, ман шогирди Акай Фатуло Макаҷон, ягон хизмат дор. О, акаҷон, Тоҷикистон бор мебаред, на? О, мо дар хизмати ҳамин шумои Макаҷон. Саломат бош, ака, саломат бошед. Раҳмат. Халаделник доштам, акаҷон, телевизор доштам, гуфтам ҳамун борора мебурдем. Ба ҷону Ака, мо дар хизмати шумои Ака. Халаделник дори, стирали мошина дори, акаҷон, телевизор дори. Ҳамин чизе ки дар ҳамин ҷа механҷа, иншоалло аввалш худо, охириш худо, мо ҳамира соқ саломат бурда мерасонем Акаҷон. Саломат бош, акаҷон, не ки ма дига шаҳр дарем. Ма метавонем ки барем борора бигирем. Шумо мо дар суроғатона бирасонем, мо рафта мегирем, ая ҳамин ҷа бор мекунем, мебарем Ака. Саломат бош, акаҷон. Саломат боши, ман аз кор дорам бирем. Биен ҳатман бигин Ака, биёрем боротонро биен. Майли, ягон бародаро боша, гап занем бигирам биан. Майли, акаҷон. Ма нархи арзон иншоалло Ака. хеле хурсанд шудем ки бародари мо Акай Фатуло бор мебурда ба Тоҷикистон. Айна бародарои мо, дӯстони азиз, касе ки танқиси бор ба Тоҷикистон бурдан дора, марҳамат суроғара пайгирӣ кинед дар шаҳри Хим ки аст. Марҳамат боротуна ба Тоҷикистон соқ саломат бурда мерасонад, ба тамоми минтақаҳои Тоҷикистон бурда мерасонад. Марҳамат, ина суроғаи Акай Фатуло. از جواد نجوم رفه تو کی هستی؟ گپ نزن، سلاحت رو ده را کرد مرا با کجا میبری؟ به منزل آخرتت. من چی کار کردم؟ گناه هم چیست؟ تو گناهت را نقض میدانی رفیق. من یک آدم پیرم، از برای خدا مرا نکش. عذاب‌های داده‌ات به آخر میرسن رفیق.
اکا خوب هستید؟ او قریم مرا میکشت. چه میگوید اکا؟ مرا میکشت. خدا نشانه دهد. خدا نگه دارد اکا. Yılmaz. الفاتحة. آمین الهی آمین الله. گریه نکن. گریه نکن. تقدیرش همین بوده است. آمین. آمین. خدا جایش جنت. اکنون قدیر و جلال میافتند. خدا رحمت کنه. درست بخونه رفتیم. شما با کجا مادر جان؟ میرویم. رفتیم. گریه نکن. رفتیم. به خدای زیلو چی شده است؟ نمیدونم. روزهای آخر تغییر یافته است. آقای دکتر شما هستید؟ بله منم. آقای دکتر زیاد شده؟ بایاریتون ندارم. ما رو شناختید آقای دکتر؟ البته شناختم. برای مرا نجات دادن. خودت را قربان کرده. رفتیم سرم. من به خونه میرم. یک دم است را با دکتر شناس کنم. دکتر پسرم با نبیره من شناس شو. یلماز در انقره میخوان معلم میشود انشالله. یلماز این دکتر طاهر، این کس باشد پدرش آقای مصطفی. خیلی شدم. ببخشید دستم لط خورده است. خدا شفا دهد یلماز. این چطور شد؟ نخواستم خیر شد. اگر خواهید به نقطه تی برویم. نه ضرورت ندارد. بابا اجازه دهید کمی رفته استراحت کنم. مالش پسرم. از شناسایی شدم. ما هم پسرم. به خونه ما هم درو صحبت میکنیم. خدا خواهد فرصت شود البته میدرویم. یلماز بر این جوانان در آینده این دهه را آباد میکنند. انشالله میشود. خدا خواهد خواندنش را صحت سلامت تمام کند. انشالله. مادرم به خونه ناومدند. کنی گذاشته شیم؟ خیلی ناراحت می نموی برفین. چی درد داری؟ یلماز به دیها اومده است اما به نزدم ناومد. ناومد؟ دیروز بگاه انتظار شدم ناومد. انیق اینجا نافهمی شده است. زیق نشو. من به او میگویم. تشکر دیلا. انسان خوبی. لعنتی به زور رها یافتم. با فکرم او یکی از اون سلاحداران است. چرا یک سلاحدار از کوفر آمده به خانه من می آمد از رئیس؟ باور کنید همین قدرش رو میدونم که از این کار باز دکتر فایده برده است آقای رافع. از روز بدیه آمدنش ضررش تنها به من میرسد. این کثافت زود دفع شود. راست میگوید آقای رافع، راست میگوید.
این چی سراسیمگی آقای مصطفی؟ دکتر بیمار است، رنج راه رو برداشت کردن نمیتواند. نه، با قوت است، طاقت میکند. آهسته آهسته میرویم. سراسیمه نشوید. باز یک دو روزی دیگر استید. یک دو روزی دیگر می ایستیم، لیکن طاهر باید طبابت گیرد و باز مادرش هم خواطر شده است. دکتر تو چرا خاموشی؟ چی رفتن میخواهی؟ پدرم راست میگویند. مادرم رو از این زیاد پزما نکنیم، خوبش برگردیم. مادامی که قرارتان همین است، با چی هم گفته میتوانیم. مردم ده برای گسیل دکتر میبراین، رفته خبر کنم که جمع شود. آقای مصطفی من هم در خانه کمی کار دارم، بعد تربو میخوریم. مایلش من هم چیزی چورم رو گرفته بیارم پدر. لیکن التماس دیر نکن پسرم. مایلش. آقا ایستید آقای قماندان. مرا شناختید؟ نه ببخشید خانم، خطا کردید. من شما را نمیشناسم. خوب نگاه کنید. من فرزندم را به شما امانت داده بودم. را شناختم. خفه نشوید خانم زلال، شما را نشناختم. آخر چند سال گذشت؟ خیریت شناختید. 30 سال می شود. همین قدر سال در حسرت فرزندم می سوزم. آقا درباره براتم بگوید، در کجاست؟ چی کار می کند؟ او را به دولت سپاریده بودم، دیگر ندیدم. دروغ نگوید قماندان. اگر دیگر براتم را ندیده باشید، پس این عکس را چطور به من فرستادید؟ یکم گپ شده است خالای زلال؟ هیچ چیز نشده است. با آقا خیر خوش میکنم. تشکر خانم زلال. نپرسیدید که چرا از شما میگریزد؟ خیلی شدم. ببخشید دستم مشغول است. اگر خواهید من دایتی برویم. نه ضرورت ندارد. این تویی؟ تو رو شناختم. شین زخمات رو ببندم. لازم نیست. خونی زیاد رفته است، طاقت نمیکنی. تیر رسیده گذشته است. من دیدم که بابای چطور با تو فخر میکند. بیچاره انتظار است که کی به ده معلم شده برمیگردی. به من جواب دهید قماندان. مادامی که از او خبر نداشتید، این عکس را چطور به من فرستادید؟ البته بعضا از احوالی برات خبر میگرفتم. بعد این عکس رو با شما فرستادنم، مرا به قسم دیگر فرستادن. بعد از آن دیگر با اووا نخوردم. پسرم در کجاست؟ شما میدونید و به من گفتن نمیخواهید.
نه چرا با شما نمیگفتم؟ گوش کنید قماندان، در فراقی براتم جگرم میسوزد. دیگر طاقت کرده نمیتوانم. در کجا بودنی پسرم را گویید رفته او را یابم، به او گویم من مادرت. اگر در کجا بودنی براتم را نگویید، بدانید که من شما را آرام نمیگذارم. برات دیگر نیست خانم زلال. این چی معنی دارد؟ بعد 3 ماه فرستادن آن عکس پسرتان برات در یک صدمه هلاک کردید. نه، این طور نیست. شما مرا فریب کرده ایستاده دروغ میگویید. افسوس، صد افسوس که او دیگر نیست. شما را دیدن برابر شناختم، لیکن خودم را ناشناس نشان دادم، زیرا میدانستم که برات را میپرسید. نمیخواستم که به شما این خبر شوم را رسانم. پسرم برات اگر با بابایم یا با یگام کسی دیگر چیزی گفتی تو را زنده نمیمانم دکتر. بخیر است بابا؟ نبیرم بیمار است، او را به نزد دکتر آوردم. باور کنید در این دهه دکتر نیست، رفت. آیسته بابا، شینید از دهه بالا آمدم. اوهو، راهتان دراز است. چی کار کنیم؟ آواز این دکتر را شنیدم، دکتری خوب است گفتند، نبیرتان را طبابت میکند گفتند. با خدا اینش را نمیدانم. دکتر رفت. اگر خواهید نقطه تیبی را خبر گیرید، همشیره در آنجاست. میلش نغز مانید. تشکر، سلامت باشد. طاقت کن فاطمه، دکتر حتما می آید. با این کودک چی شده است؟ نمی بینی؟ بیمار است. تو کی هستی؟ چی بپرسی؟ من دکترم. بابا با خیر است پسرم؟ من میروم بابا. برای چی اینقدر سراسیمه میروی؟ از کجا این فکر به سرت آمد؟ باید روم، درس دارم. اقلا دکتر را انتظار میشدی، همراه میرفتی. هر قدر بر وقت روم همان قدر خوب میشود بابا. باز دیر نکنم. خیر، خودت میدانی. خودت رو احتیاط کن میلش. اکا این دفعه بیاید به من شیرینی بیارید. البته میارم. با مادر تماس باش، خدا تو را در پناهش نگاه دارد. میلش پسرم، میلش. شما هم در پناه خدا باشید. خیر عزیزم، میلش. بابا گریه نکنید، اگر گریه کنید من به خوندن نمیروم. این خیلی نگوی پسر جانم، با رازگی خدا تو هم مثل اکا تحصیل میکنی، آدمی کلام میشوی. یلماز
من هم به نزد تو میرفتم یلماز. خوب شد که تو رو دیدم دیلو. چی گپ شده است یلماز؟ من میروم. میروی؟ باید روم دیلو. تو رو هیچ نمیفهمم. دیلو این خیلی نگوی. میدونی که درس دارم. رفتنم لازم. مایلش یلماز میدونم اما برفین تو رو انتظار است. یلماز کجاست؟ او رفت برفین. رفت؟ به کجا؟ رفتنش ضرور بود است رفت. به فکرم مرا نمیخواهد. تو چه میگویی برفین؟ یلماز در شهر میخونه. شاید در آنجا دوست داشته دارد. این خیلی چیزها رو فکر نکن. برادرم تو رو از خردیش دوست می‌دارد. من باوری دارم که بعد از ختم دانشگاه تو رو با لباسای عروسی به خانه می‌آورد. گویا افسانه نقل کرده ایستاده دیلو. انا می‌بینی که این افسانه حقیقت می‌شود. و تو نیست. من مثل تو شاهزاده ندارم. خوش آمده. کجا شدی پسرم؟ همه تو رو انتظار هستند. یک دخترش بیمار شد، او رو معاینه کردم. چرا اینجا همه جمع آمدند؟ با خیر است. آنها برای با تو خیر و خوش کردن آمدند دکتر. بیا زودتر خیر و خوش کن و براه برایم. اوجد با خیر خوش نیست پدر. براه نمی برایم. اینجا میمونم. براه نمی برایم گفتن چی معنی دارد؟ بابا ابراهیم اون نمیرفت. این چی معنی دارد تایر؟ پدر این آدمان به دکتر احتیاج دارند. چی؟ من قرار دادم که اینجا میمونم. آفرین آفرین پسرم آفرین. دکتری حقیقی هنه همین خیل میشود همین دورنی برادران. بسیار کاری خوب میکنی پسرم. هم دهگانمون تو را جواب دادن نمیخواهند. سلامت باشید. چیزی رفیقم وای نمیرود. ما از شما مینت داریم. سلامت باشید. سلامت باشید. خدایا شکر ما هم صاحب دکتر شدیم. بابا ابراهیم شینید. سلامت باشید. دعای ما را شنید. خدا از تو راضی باشه پسرم. خدا در پناه شما را نگه دارد دکتر. میدانم به خاطر مردمی دیهن ایستاده است. بیشبه یکون سبب دیگری هست. چه سبب شده میتواند؟ تشکر زیاد. نمیدانم لیکن باید میبراید. چی گپ است؟ دکتر در این دیهن میماند دیلو؟ چی؟ تشکر. خدا تو را در پناهش نگاه دارد. دیدید آقای رافع؟ گفته هایم درست برآمده نه؟ تشکر. 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 برفین خبر داری دوگونه دکتر در دیه میموند به خونه اش نمیرود. یعنی چی خیر؟ راست میگوی قیزبان؟ راست است. حتی راضی هست که دکتر دیه شود. به فکرم او برای معلمه زینب اینجا میموند. قیزبان حالا میبینی اگر زینب نباشد پس دیلا. انا دیدی درد نیفتی. اکنون صحت میشوی. درد نکرد. ندیره هم شفا میابد. با خواست خدا شفا میابد. خدا از دکتر راضی باشد. میدانستم که بر میگردد. تو در اینجا ماندن نمیتوانی. میدونم پدر. برای در اینجا موندنم عریضه می نویسم. تو میدانی چی کار کرده ایستاده ای؟ تو یک جراحی خوب هستی. آینده ای درخشان داری. پیش از به اینجا آمدنم آن آینده درخشانم به آخر رسیده بود.
آن حادثه خطای تو نبود طاهر. پدر، دکتری هم بعد آن حادثه به انجام رسید، اما این دیه با من حیاتی نو بخشید. برگشتم. خفه نشوید، از این دیه قرض دارم. طاهر، مجبور نکنید پدر. یک مدت اینجا میمونم، شاید روزی برگردم. در حقیقت نمی رود، اینجا می موند. خدا رو شکر. برادرم بیشترم نشد جگرکم، تو را به دست ناوردم، در آغوشم گرفته نتوانستم. کی میداند در کجا تو را گور کردن؟ حتی قبرت را هم نمیدانم. آنجا میرفتم گریه میکردم. منی بیاق، کاش که قماندان را التماس میکردم که پسرم را برگرداند. هیچ نباشد مرده‌اش را میدیدم. مادر جان، مادر جان. لبای دخترم، همین خیر هم گریه میکنن مگر؟ همین طور دخترم. چیزی هست اما شما از من پنهان میکنید. چرا به من نمیگوین مادر جان؟ براتم که به خاطرم میآید میگریم. باز او را به یاد آوردم. کنی گپ زن، به من چی گفتن میخواستی؟ قیزبان خبر آورد که دکتر نرفته است، از این پس در دیه میمانده است. نخود، آفرین به او، کار خوب کرده است. اگر دکتر نرفته باشد پس پدرش هم در همین جا. ندانم مادر جان. مادر جان با کجا؟ یک دکتر را بینم. مادامی که در اینجا مانده است یک پرسم، شاید یگان کمبودی دارد. همین طور نی؟ ای خدایا خدایا، شاید داشته باشد. اما باوری داری که در این دهت طاقت میکنی؟ بله، قرارم جدی است. شما همشون پدر به این کار چی میگید آقای مصطفی؟ به گپ من گوش نمی کند. چرا نمیخواید که در ده دکتر باشد؟ دکتر را که نمیخواهد. چرا نمیخواستم؟ البته میخواهم. من خواستم فهمم که سخنانت هوا و هوس خالی نباشد. این عریضه را به سرداری ریاست ولایتی وزارت تندرستی رسانید. برای بخواهش خودم خواستنم مرا در حال تعیین میکنند. خیر چی گوییم؟ نوری دیده توجی سر؟ رفتیم. شما را گسل میکنم پدر. اول با مادرت گپ زنم، کنی بینم او چی میگوید. ممکن است باز از تلفن شما استفاده برم رئیس. آها. کجا سراسیمایید خانم زلال؟ بگویید راست است که در اینجا میمونید؟ بله. خیلی خوب. پدرتون کجایم رفتند؟ نه، در خانه رئیس با مادرم زنگ میزند. خوب، مایلش نقص مونید. برای چی پدرم رو میپرسید خانم زلال؟ بخیر است خانم زلال؟ پدری دکتر در اینجا است. همینجا در درون با تلفن گپ میزند. او رو دیدن میخواهم. خانه زلال با همسرش گپ زده ایستاده است. انتظار میشوم. او برای چی آقای مصطفی رو دیدن میخواد؟ من از کجا دانم پدر؟ نهایت چیزی بوده است که تو نمیدانی. یا الله. چیکار کنم؟ دیگر گریخته نتوانستم. آن زن مرا شناخت، مرا فهم. مجبور شدم که با آن زن گپ زنم. رابعه، خدایا باز با اون نگفته باشی که طاهر پسرش میشود. ایست رابعه، ایستا، در حال گریه نکن. من با او گفتم که برات وفات کرد. چی؟ او با تو باور کرد مصطفی؟ بله باور کرد. التماس مصطفی کار کرده طاهر رو گرفته بیار. دریازاده همش آشکار میشود. گوش کن رابعه،
طایر رفتن نمیخواهد. филми овозадори қиёми рӯз баъди ҷаҳонгардиҳо баъди ғарбу шарқ аврупо ва осиё аз студияи симо дастрас кунед. қиёми рӯз серҷоизатарин филм дар студияи симо. агар зани мани шоза чӣ кор мекунам? дил агар таскин биёбад рӯҳ болида хоҳад шуд. шоу консерти дона бо ширкати ситораҳои эстрадаи тоҷик бо номи таскини дилҳо 9 май кохи ваҳдат соати 17 матлуба раҳимова меҳрнигори рустам нигина мулкулова баҳром ғафурӣ шабнами сурайё робёни маҳфил бахтиёр раҳимов аз гурӯҳи ғарибшова компания ҷамшеди ҳалим аз лаҳзаҳои гуворо таскини дилҳо биё ба дил таскин бубахш. зилол хонум бахайр аст. бубахшед гӯш кардам хуб нест, аммо гапҳоятонро шунидам. ба ҳамсаратон дар бораи вафоти барот мегуфтед. ин қадар сол гузашт, чаро хабар надодед? ба ҳамсаратон бовар накард гуфтед. оё шумо маро дар назар доштед? шояд барот зинда асту шумо ба ман дурӯғ гуфтед оғо. ман чизеро пинҳон накардам. чио мегӯед? мумкин аст чойдам кардам, менӯшед? ташаккур духтарам. шояд шумо менӯшед? намехоҳам қизбон. чӣ шудааст холаи зилол, ба ман намегӯед? астағфируллоҳ, чӣ мешуд кората кун. ман медонам чизе шуд, лекин пинҳон мекунӣ гӯё ман намефаҳмида бошам. оғо сабр кунед. шубҳа кардааст, дигар аз ман даст намекашад. зайнаб, духтарам, ин ҳолати мактабро бин. оҳиста оҳистатар. зайнаб, ту як ба аҳволи мактаб нигар. зайнаб, духтарам, ин биноро таъмир карда намешавад. чаро намешудааст падар? дар ин деҳа чӣ қадар одам ҳаст? ҳама якҷо шуда мактабро таъмир мекунем, ҳамин тавр не? ман мегӯям ки масъалаи мактабро як тараф гузорем духтарам. чаро оғои раис? кушода шудани мактабро шунама силоҳдорон боз омада мардумро азоб медиҳанд. ҳамин тавр не бародарон? раис рост мегӯянд зайнаб. яъне ҳамаатон метарсед? агар шумо ки тарсидед, онҳо бисёртар ба саратон фишор меоранд, бисёртар азобатон медиҳанд. барои чӣ онҳо мактабро намехоҳанд? зеро мактаб набошад ҷоҳилӣ меафзояд. онҳо моро бенаво кардан мехоҳанд. чаро? чунки агар одами ҷоҳил боз бенаво бошад, ба ҳама корҳои бад розӣ мешавад.
او را فریب دادن خیلی آسان است. او را میتوانند قاتل پدری خودش کنند. مگر همین طور نی؟ بیهوده گپ نزن. برای کودکان را خوناندن جانی چند کس از دست میرود. این خیلی گفته با دست و پای بسته نشینیم آدمان زیاد نابود میشوند. خون دریا بر این جاری میشود. میخواهید فرزندتان همین خیلی بینوا ماند یا اینکه صاحب آینده درخشان شود؟ بگویید کدام پدر و مادر میخواهد که فرزندش را به آتش پرتاید؟ گوش کن دخترم، شاید تو حق باشی، لیکن رئیس هم راست میگوید. اگر این مکتب را برقرار کنی باز میسوزانند. این دفعه تو را نمیبخشند. اگر با تو یگان چیز شود دخترم. ای مردم، من به مردن دخترم راضی نیستم. تعمیر این بنا را هم نمیخواهم. روید خونه به خونه. دخترم به گپ پدرت گوش کنی خوب میشود. از من خفه نشو دخترم. من پدرت هستم، پدرت. غمی تو را میخورم. دیلو، روی خطی دوره رو می نویسم. من یلماز رو دیدن میخواستم. با برادرم شناس شدید؟ بله. یلماز رفت. به دانشگاه رفتنش ضرور بود است. من کمی سر و گشت میکنم، بعدتر میایم. السلام علیکم. بابا جان. خوش باش پسر جانم، خوش باش دختر جان. تشکر دخترم. بخیر است یا یگان شکایت دارید؟ خدا را شکر یگان شکایتی ندارم. من به تبریکاتتان آمدم. شنیدم که عریضت رو به رئیس سپاریده ای. خبر زود پهن میشد است. دیه خورد است. قزبان هست که خبرها زود پهن میشوند. بیاشین دختر جان، با تو هیچ روبرو صحبت نکرده ایم. بله. از تو یک چیز پرسیدنیم. به من بگو دکتر جان، تو چه خیل فهمیدی که در مکتب بمب گذاشته شده است؟ در رو یک کس مرا داشت، گفت که در مکتب بمب گذاشته شده است. مگر او از همین دیه بود؟ با فکرم نه، سلاح داشت. رویش رو هم دیدن نتوانستم. بروی مول محکم بود بابا ابراهیم. شاید نفری از همین دیه باشد. یلماز، یلماز، این تو هستی؟ خوبی؟ خوبم. چرا اینجا را پرتافته رفتی؟ از شب باز کجایی؟ به دیه رفته بودم سینان. مردم دیه به من آتش کشیدند. زخم دار شدم. تو چرا به دیه رفتی؟ وای، رفته فهمیدم دکتر حالو هم در دیه. وای لعنتی، حالو هم نرفته است. رمید. چرا خاموشی سینون؟ من به یلماز باوری ندارم. به فکرم میخواهد ما را به دیه درآورد. اگر سربازان در آنجا باشند چی؟ تاریکی شد تو به دیه میروی و میفهمی که دکتر در آنجا یا نه. زینب،
آمدنتون رو نفهمیدم. در بیرون بودم، سولفیده ندرو شنیدم. با تو چی شد؟ یک با نقطه طبی بیو از نظر گذارونیم. هیچ چیز نشده است. همش خوب می شود. تنها کمیشه مول خوردم. یک باری دیگر سولفا کنه از اینجا با زوری میبرم. مرا مونید و شما احوال مکتب رو بینید. در حقیقت هم زحمت‌هایت برباد رفت. بله برباد رفت. زیغ نشو. مردم به تو از آنها بوی امید نیست. کمک کردن نمیخواهند که مکتب رو کشایم. از سلاح دارون میترسند. بله میترسند. زیغ نشو. من کمک میکنم. شما یاری میدهید؟ ما هر دو این مکتب رو تعمیر کردن نمیتوانیم. راست میگویی. اگر تعمیر کردن نتوانیم با دیگر جو میکوچیم. نفهمیدم. یک جای نو میابیم. همین که میز و کرسی ها رو گذاشته مکتب تیار. راست میگویید. چرا من این را فکر نکردم؟ میدونید اما کم یک انبار خالی دارند. با اونجا میکوچیم. آقای مصطفی، آقای مصطفی، آقای مصطفی، آقای مصطفی، باید از اینجا روم. آقای مصطفی، نیت داری که انبارم را گرفته مکتب کنی؟ بله امک جان همین طور. مکتب پیشینه چی؟ آنجا رو تعمیر کردن مشکل است. مردم هم کمک کردن نمیخواهند. التماس امک جان انبارتون رو برای مکتب دهید. من انبار مکتب میکردگی ندارم. اقلا برای یک ماه تو برقرار کردن مکتب. تو در بین امک و جان نداره دکتر. امک بچه ها خوندن و نوشتن رو ندونسته کلان شده ایستادند. بگذار کلان شوند. چی شده است که ما نخوندیم؟ چی شد؟ چرا شما مرا فهمیدن نمیخواهید؟ آخر آنها برای آیندهشون باید خوانند. آینده آنها ان این حیوان ها و این زمین است. بگذار زیرات پروری کنند، چروه‌داری نمایند. اگر آنها مکتب رو ختم کنند شاید این کارها رو باز خوبتر و بهتر از خود نمایند. مگر این بد است؟ آمدنت را درست نشده است و برافع عقل یاد میدهی. من عاقل زیادتی ندارم که مکتب کنم. یک طرف استید. ببخشید خودم رو داشته نتوانستم. زیغ نشو زینب. در پیش چشممون آینده کودکان رو نابود کرده ایستادند. من چه خیلی زیغ نشوم؟ وقت کم است آخر. من این خیلی نشستن نمیتوانم. شما ما رو میفهمید آقای طاهر؟ چرا این طور میگویی زینب؟ تو حالا جوانی، زندگی در پیش است. من باوری دارم که همه کارهایت خوب میشوند. این کارها باید زودتر اجرا شوند. این آدم ها یک رب و خیلی جاهل هستند. من نمیدونم چی کار کنم. من با تو راضی نیستم. شاید یک رو و سنگدل باشند، اما همه‌شون خیلی آدمانی صاف دلند. آنها رو با چنین حال مشکلات زندگی افتانده است. در اصل تو این رو از من خوبتر میدونی. یکی از دیگرش مهربانتر است. با من باور کن. با این قطار امکم هم داخل میشوند. خودت را عذاب نده. این مکتب به هر حال کشاده میشود. شاید بابا ابراهیم یاری میدهند. میاردم دهند یا ندهند هم من در بارت هستم. یک جای شده مکتب را میکشایم. به من امید بخشیدید. مرا خرسند کردید. سلامت باشید. همچون دکتر با این مجبورم. برای بیمار نشدن چرا اندیشیدم. شما انسانی خوبید. اکنون به خانه امان روم. من هم پدرم رو تنها نگذارم.
بگاه می آید. مهمانی من تمام شد زینب. تو بازدید طاهر. تو بازدید. آقای رافع ایستید آخر. با شما چی شده است؟ چرا اینقدر آتشین شده اید؟ بیایید السلام علیکم. و علیکم السلام. چی واقع شده؟ این دکتر با زینب نمیدونم انبارم را یا عاقلم را گرفته مکتب کردن میخواهند. شما چی گفتید؟ نمیدهم گفتم. باز شرم نداشته عقل یاد میدهد. سرم را ویران کرد. گوش کنید، به من عریضه‌اش آورد. با خواهش خودش در دهت دکتر میشده است. این دردی سر دفع نمیشود. اکنون دردی سرمون زیاد شد. نقطه تیبیش بس نبود که باز با زینب یک جا شده همه چیز رو ویران میکند. به خدا راست میگویی. او به سرمون بلا میآورد. تو زودتر او را از این دهت دفع کن که باز من او را کشته جنایت صادر نکنم رئیس. چاره‌اش آسان آقای رافع، خیلی هم آسان. دیلا طاهر کجاست؟ شاید به بیرون بر اومده باشند. در کجا بودنش را نمیدانی؟ نمیدونم. پریشان می نمایید. یگون واقعه شده است. رفتنم لازم بود. برای همین پرسیدم. حاضر می اویند. بخیر است قیزبان چی گپ شده است؟ چه ها یکی نشده است؟ گپ رو دروز نکن. آن دکتری نو هست گفت؟ پس در گپ زن. پدرش در همین جاست. با دکتر یگون واقعه شده است. نه او خوب صحت سلامت. از بین او و معلمه آب هم نمیگذرد. آنها را هم راه دیدم. کارنگی دیگر گرفت. قیزبان این گپ رو از کجا میگیری؟ این خوب نیست. از خودت گپ نباف. من یگون بار دروغ گفتم. در پسی آقلی رافعه می ایستادند. به هم دیگر چنان نزدیک بودند که وقتی سفسطه های تو رو گوش کردن ندارم. به خدا که راست میگویم. مایلش قیزبان رفت. من کار دارم. خیر به نزدیکی بویش میبراید. نگویی که نگفتم. به خدا دیلو میدونی من تو رو به دکتر لایق دیده بودم اما نشد. هوا تاریک شده ایستاده است. در این ساعت از که گذشتن نمی شود. شاید قیزبان راست گفته باشد. دلا مرحمت خالای زلول. گریه کردی دخترم؟ چشمم درد میکند. کمی دورو چکوندم خالای زلول. خدا شفا دهد. زلال با اینجا هم آمد. چی میخواستید خالای زلول؟ من پدری دکتر رو میکوبم. آقای مصطفی رو؟ بله. در داخل آقای طاهر رو انتظارند. حاضر او در داخل است؟ او در اینجا نیست دیلو. در همین جا بودند. شاید بر اومدند و من ندیده موندم. با آقای مصطفی چی کار داشتید؟ هیچ چیز نی. مهم نیست. همین طور پرسیدم.
گفته‌هایم را فراموش نکن. با رئیس واخورده در حال برگرد. با دقت باش. سینان اشاره کرده ایستادند. چی؟ اشاره کردن؟ بدی سلاح را گرفته بیا. کنی زودتر بدی. به فکرم رئیس است. با دقت باشید. رئیس این توی؟ بله منم. بدی رئیس بوده است. کراو بخیر است رئیس. دکتر دیه را بی‌ضابطه کرده سینان. او حالا هم نرفته است. نرفته است. با زمین با معلمه یکجا شده نیتی کشادن مکتب را دارد. اگر آن مکتب را کشاید میدانی چی میشود سینان؟ دیگر کسی را به کو برآوردن نمیتوانی. این حالت به سردارمان معقول نمیشود. فراموش نکن چقدر مهم بودن این ده را خودت میدانی. اگر این ده را در جایش نشینانیم خودمون نشسته میمونیم. این خیلی نمیشود. کار میکنم که دیگر در نفس گرفتنشان هم از ما اجازت میپرسند. اگر همین خیل شود من به سردارمان میگویم به تو وظیفه اینا میدهد سینان. گویا که تو در جایت می ایستاده باشی. باور کن من به اینجا به خواهش خودم آمدم و طرفدار شمایم. اگر به ده آید پنهانی آید. مردم دکتر را دوست می‌دارند و محافظتش می‌خیزند. این دفعه سنگ را بالای سنگ نمیمانم. این را باید دانید. من به اینجا به خواهش خودم آمدم و طرفدار شمایم. با کسی ننما. چرا در اینجاییم؟ کاش به خانه آقای حامید میرفتیم. دیگر اینجا مهمون نیستم. کمی نروحات می نماید. مشکلی دارید؟ اگر هوا تاریک نشده تو رو میافتم حالا در اینجا نمی بودم. پدر چرا با این ده اینقدر نفرت دارید؟ شما رو نمیفهمم. این کی باشد؟ نمیدونم پدر. ایستا نکشو. چرا پدر؟ دیلا بوده است. مرحمت دیلو دارو. نه تشکر آقای طاهر. گرسنه‌اید گفته خوراک آوردم. ما خوراک داریم. هیچ گپ نه. تشکر دیلو. شام بخیر. خوش آمدی زینب. شاید گرسنه باشید گفته خوراک آوردم. تشکر زینب. دیلو هم خوراک آورد. به هر دویتون زحمت شد. خوب هستی دیلو؟ خوبم زینب. شبی خوش آقای طاهر. به تو هم زینب. اگر یگان خواهش نداشته باشید من هم روم. یک دقیقه دیلو. از تو یک خواهش دارم. مرحمت. پاگو کمی بر وقتتر به نقطه طبی بیو. مایلش میویم. برای چی یگان واقعه شده است؟ نه هیچ گپ نه. سحر میفهمونم. مایلش. خوب مایلش. اینطور باشد سحر بر وقت میویم. باز دیر نکنی. خدایا توبه. آخر من حق دوست داشتن رو ندارم. شاید در حقیقت بینشون چیزی هست. یا شاید قیزبون خطا کرده است. چرا مرا پگاه بر وقت بیو گفت؟ عجبا اون سخنی مهمش چی باشد؟ آقای دکتر بخیر از خانم زیلول. من فکر کردم شما در خانه رافی هستید لیکن اول اینجا رو بینم گفتم. پریشان می نمایید. با برفین یگون چیز شده است؟ نه شکر خدا خوب است. من پدرتون رو دیدن میخواهم. به او یک کار داشتم. پدرم در خانه حاضر جغ میزنم.
падар 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 хобашон бурдааст бедор карда натавонистам ҳеҷ гап не мон хоб раванд ба гоҳ ба роҳ мебароянд бале ба роҳ мебароянд майлаш ба гоҳ омада гусел мекунам хонум зилол ба падарам ягон чиз гуфтан мехостед метавонед ба ман гӯед не он қадар муҳим нест оғои доктор танҳо гусел кардан мехостам майлаш шаби хуш ба шумо ҳам хонум зилол تا برآمدن آفتاب دیه را باید ترک کنم حقیقت را نگفته از اینجا نمی روی قماندان با پسرم با برادرم چی شده است امانتم را چی کار کردی падар чаро ин қадар саросимаед мардум шуморо гусел карданиянд айб мешавад лозим нест тоҳир мисли гурезаҳоед падар مادرجان مادرجان صبح دمیده است بله مادرجان اما این خیلی خواب رفتن ممکن نیست مادرجان به شما چی شد مادرجان مادرجان به شما چی شد кош танҳо ба роҳ намебаромадед падар агар инқадар ғами маро мехӯрда бошӣ падар хоҳиш мекунам дар ин хусус гап задем тоҳир дониста бош ки ҳуши ману модарат ҳамеша дар ин деҳа мешавад انا اومد صبح بخیر ба ту ҳам дило агар хоҳӣ хилъататро барор به یگون جا می رویم бале مایلش حاضر آقای دکتر من به خانه‌تان رفته انتظار شدم барои гусел кардани падарам بله худатонро беҳуда хаста кардед падарам рафтанд کی رفتند ним соат пеш خوب مایلش خدا نگه دارد ба падарам чӣ кор доштед هیچ چیز نه پسرم من گسیل کردن نتوانستم گسیل نکردم گفته زیق شدم به خالای زلول چی شده است барои падарамро гусел накарданашон ғамгин шуданд آقای مصطفی رفتند бале انشالله صحت و سلامت از کوه میگذرند иншолло рафтем бердан лабай гӯш мекунам синон чашматро аз юлмаз накан
اگر یگان رفتار ناجوش را دیدی او را پران. خوب شده است. به درون درو. اینجا رو دیروز پیخست کردم. پیشتر قراولخانه بوده است. بله همین خیل بود. برای چی به اینجا اومدیم؟ اینجا رو اجاره گرفتم. اینجا رو خونه زیستتون میکنید؟ عین حال به همه چنین میگویم. مگر این طور نیست؟ به تو راستش رو میگویم، اما این سیر بینمون میماند. مایلش اگر به من کمک کنی اینجا رو به مکتب تبدیل میدهیم. مکتب؟ برای چی؟ میدونی دیروز زینب برای اون که مردم ده مکتب رو تعمیر کردن نمیخواهند زیغ شد. من اینجا رو برای اون مکتب میکنم. کمک نمیکنی؟ برای اینجا رو تازه کردن رفته یگون چیز بیارم. برای مکتب زینب رو عبود کردن منو جیغ زده است. راست میگفته است. قزبان راست میگفته است. بیا دخترم خوش آمدی. خسته نباشید. خوش آمدی. بیا قزبان. خوش باشید. چی گفت خوینم؟ زینب نمیدونم خبر داری یا نه، اما آقای دکتر خونه نو گرفته است. مبارک شود. از سحر باز بادلو رو به چین دارند. همین خیل خونه کلان که قریب برابری مکتب است. اون خونه در کجاست؟ این آدم کجا شد؟ آقای مصطفی! گوش کن. بردن تو رو به نشان گرفته است. به عقل نکن که از پیشانه تیر میخوری. بدی. تشکر. لبای سینون. به دو گروه تقسیم میشویم. این دفعه آنها را فریب میدهیم. بله فریب میدهیم. یک گروه به درآمدگاه ده رود. ما باشیم از تپه میفراییم. فهمیدم سینون. حسن، بردن، یولماس، ایباد با اون طرف. دیگران همراهی ما بیایید. رفتیم. زودتر. او نباید فهمد. خوش آمدی زینب. خوش باشید. چه حال داری دیلا؟ تشکر زینب. مبارک شود. اینجا رو اجاره گرفتید؟ بله جای خوب است. در اینجا چی کار میکنید؟ کلبچه هم خورد است. من همیشه جای کشاد رو دوست میدارم. در اینجا زندگی کردن میخواهید؟ ها جای زیباست. اینجا برای مکتب خیلی موافق بوده است. بله اما من گرفتم. مگر شما دیروز نگفته بودید که برای مکتب جای میکوبید؟ بله. انا اینجا برای مکتب خیلی موافق است. شما اینجا رو با من دهید، من مکتب کشویم. برای شما جای دیگر میابیم. میلش نمیشود زینب. اینجا با من خیلی پسند است. برای مکتب جای دیگر میابیم. شما جدی میگویید یا اینکه شوخی کرده ایستاده اید؟ من شوخی کردن رو دوست نمیدارم. جای من است. این طور باشد. برای کار. تشکر.
باور کرد خیلی رنجید. نه آقای دکتر، او نمیرنجد. آقای مصطفی، آقای مصطفی، خیریت شما را یافتم. خاموش خاموش، سلاح به دستان می آید. چه؟ سلاح به دستان؟ زودتر بدیه، زودتر. از تیپ ما رو می بینند، گریختن نمی توانیم. اینجا بیا. به اینجا. شما چی؟ شما آقا فکری من را نکنید، زودتر پنهان شوید. کنیز، تو در اینجا چیکار میکنی؟ هیچ چیز، بوزم رو میکوبم. یعنی بوزت رو میکوبی؟ مرادید اکنون بعد هر هفته خبر میرساند، او رو میپرانم. مایلش پرون. این به عقل چیکار کرد؟ چرا این طور کردی یلماز؟ این طور باز خوبتر می شود. او زنی کلان سال است. مانید همینجا ایستاد. بیایید رفتیم. راه گردید رفتیم. بدی همیه درآیند. تایر را خبردار باید کرد. زلال زنده است زلال. همین قدر میز و کرسی پیدا کردیم. تشکر رمزی، سلامت باش. برای شما همه کار رو میکنیم آقای دکتر. سینخونه هم تیار شد. میتوانید زینب رو جیغ زنید. شاید من رفته او رو جیغ زنم. مایلش رو. دکتر و معلمه مکتب شدند. کنی رفتیم. من از اینجا به نقطه طبی میروم. تشکر زیاد دیلو. با کمک تو کار رو زودتر به انجام رساندیم. چی شد دیلو؟ هیچ چیز. خوب هستی؟ بله خوبم. چشمانم کمی خسته شدند. من میروم. دیلو، اگر لازم شوم جایم رو میدونی.
آقای دکتر باید گریزیم. زودتر میگریزیم. چی گپ شد از دیلو؟ سلاح داران به ده در آمدند. و کجا میرویم؟ از همه جای به خطر خانه ماست رفتیم. با اینها چی شده باشد؟ زلال 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 بدی این سرباز کیست؟ طاهر پسرم طاهر تو پدری دختر هستی؟ بله. دختر کجاست؟ نمیدانم. اگر میدانستم در اینجا نمی بودم. راه گردید میرویم. بابا ابراهیم می آیند. چی شد بابا جان؟ خانه به خانه کافته ایستادند دخترم. خانه شما رو هم کافته می توانند؟ از اونها همه چیز را انتظار شدن ممکن است. عمر تو به خانه درون درآ تا من نگویم نبرو. مایلش بابا جون. دختر رو هم در خانه درون برده پنهان کنه. مایلش بابا. بابا ابراهیم سلاح دارم به خانه مادر آمدن. مادرم باشه نیستن. نترس دخترم نترس. مادرت کجاست؟ نمیدونم. به درون درو دخترم به درون. برای چی رسمی برادم را با خود میگرداند؟ قماندان تو چی سیری را از من پنهان میکنی؟ افسرم نرسید.
از شما میپرسم دکتر در کجاست؟ نبزنید حیوان. نبزن حیوان، دکتر کجاست؟ نبزنید وگرنه همتون رو میکشم. دکتر در کجاست میگویم دکتر؟ خاموشه. دکتر در کجاست؟ دکتر در کجاست میگویم دکتر؟ گپ زنید حیوان ها. دکتر رو در کجا پنهان کردید؟ با دختری بابا ابراهیم گریخته است. خانه بابا ابراهیم رو کابید. انیق در آنجا. فهمیدم. حیوان ها دکتر کجاست؟ پراکنده شوید. خیزید. زودتر راه گردید. زودتر. دو گروه میشویم. من معلمه رو دستگیر میکنم. تو باشی به خانه ابراهیم هجوم میکنی. دکتر انیق در آنجاست. تا نیابید نهایت. خوب فهمه؟ بردن، ایباد، حسن، یولمز از پسی من. کنی رفتیم. زودتر. بدی با کجا میروی؟ با خانه بابا ابراهیم. با اونجا هجوم میکنیم. بابا ابراهیم؟ ها، خانهش رو میدونی؟ از کجا میدونم؟ چه میخواهید؟ یک طرفی است خانه رو میکوبیم. فرزندانم به نزد من بیایید. نزدیکتر بیایید. تو اینجا مان. رفتیم. این کارتان خوب نیست. عیب است. گناه است. شما جوانید. به عقلی میکنید. آخر شما برای خاطر کدام دعوا با ما ظلم میکنید. برای کی کار میکنید؟ چی مقصد دارید؟ چی میخواهید؟ اینقدر گم نزن. بابا جان. نترس دخترم. نترس. بابا جان. دکتر قماندان ای خدا مصطفی آقای مصطفی قماندان آقای مصطفی قماندان آقای مصطفی چشمانتون رو کشوید. رو گرد بد است افتادی. زودتر فرا. یک طرفیست. به کجا؟ التماس او را سر دهید. نترسید. چرا ایستاده ای؟ زودتر. خدا بزرگ است. سر دهید او را. انشالله خدا این بلا را از سر ما دور میکند. سر دهید. اگر جانت عزیز باشد در جایت است. احوالت بد می شود. بیا پیشتر را. زینب رو بردن. معلمه برای چی مکتب را کشادی؟ مگر من نگفتم که نکشا؟ چی ها میگید؟ کدام من گناه ندارد. مکتب رو من کشودم. میفهمید من کشودم. حالا همین طور. یعنی بله اونجا رو برای تو آباد کردم.
راه گردید قماندان آقای مصطفی آقای مصطفی چشمانتان را گشایید خواطر نشوید شفا می‌یابید پسرتان شما را صحت می‌کند التماس نمورید برات زنده برات گفتید پسرم زنده است در کجاست در کجاست پسرم در کجاست قماندان پیراهن تقدیر فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.